مسئله صف گفته علی در صفی نفر 11 است. اگر از انتهای صف نفر 23 باشد، در این صف چند نفر ایستادند؟ تنها روشی که برای حل مسئله صف بهتون پیشنهاد میکنم رسم شکله. اصلا وارد فرمول و محاسبات نشید، چون احتمال داره جواب رو اشتباه به دست بیارید. وقتی میگه علی در صفی نفر 11 است، نفر 11 بودن علی نشون دهنده اینه که 10 نفر جلوی علی هستن. یعنی 10 نفر جلوی علی هستن، این هم که خود علیه که اینجا وایستاده و 11مین نفره. این از ابتدای صف. حالا میریم سراغ انتهای صف که میگه اگر از انتهای صف نفر 23 باشد، از این صف انتهای صف بشماریم، علی نفر 23، پس بنابراین 22 نفر پشت علی وایستادن. پس چند نفر در این صف حضور دارم؟ 22 نفر پشت علی، 1 نفر خود علی و 10 نفر هم جلوی علی که جمعشون برابر میشه با 33. در واقع در این صف 33 نفر ایستادن. همین.